مکمل شد. هنوزم از اولادم کدام خبری نیست. دلم برشان بسیار تنگ شده. آخرین یادگاری از رستمه. بدون پدر جانت کلان خواد شدی. حتی برام اجازه ندادن تا ماتم بگیرم. برام گفتن تو قاتل پدر شدی. قاضی برام گفت تو شوهرت از بین بردی. اما خداوند شاهد است که در دنیا بجز از رستم کسی دیگر ندیدم. کاش او روز مرا به دار میزدن. به دار میزدن تا از این تهمت خلاص میشدم. من پیشت بسیار شرمنده هستم. بیشتر از همه پیش تو سرم خم است. شاید یک روز از این گپایم خبر شی و مرا هیچ وقت نبخشی، اما باور کن مجبور بودم. چون طفل زهر سقط شده بود من مجبور بودم که تو رو به اون آبتم. دیگه هیچ چاره نداشتم بچه. گفتم بگی مثل طفل خودت ازش مواظبت کن. گفتم با همسرتم همه تو بگو، با آسیا مادرم همه تو بگو. در حالی که تو یگانه دلیل بودی تا همراه اونا گپ بزنم نمیخواستم اونا را از دست بدم. اما با گپای باور کن اونا تو را مثل اولاد خودشان دوست دارن. بسیار پشت دقشنی بچه. بوی درستش ممکنه نتانستم. با خداوند دعا میکنم تا در ملاقات امروزی تو را همراه خود بیارم. شاید آسیا مادر اجازه نده که اونو اینجا بیایه، اما زحل حتما یک رای پیدا کرده تو رو اینجا بیاره. خدای خودت برام صبر بده. در قسمتم ایره نصیب که تا اولادم یک بار دیگه ببینم. فقط میخوایم یک بار ببینم و بفهمم که اونا خوب است. خدایا هم درد است و هم درمان. خدا دعاهای مرا قبول کن. غیر از شما کسی را ندارم تا ازش یاری بخوایم. کسی هستی که به هر چیز قدرت میدی. حتی به این گل قدرت دادی ده اینجا بروید، به خاطر که امید خود از دست ندن.
حال کلانم شده باشی. چنار آمادگی تا گرفتی؟ بله آماده هستم. تنها همین بازیچه‌ی بچه مونده. از ما هیچ وقت نمیموند که از این بازیچه‌اش دور شوه. در اون وقت بازیچه پیدا کردن چقدر سخت بود. یا مسحر به خاطر که نظر نشه گرفته بودم، اما راسم برم میگفت این دزبنده که از دختر مواظبت نمیکنه. من هر روز متوجهش هستم. ایران بگی که یادت نره. تو فراموش شوه خواهر. تو میتونم این جرابای بچه من فراموش کنم. بخیر باز با اولادایت یک جای خود بودی انشالله. خدا کنه خواهر، انشالله. بسیار پشتشان دقا آوردیم. کم بود یادم بره. شب ما اونجا بودم. کلی چیزا با چشمایم دیدم. میفهمم که شما بیگناه هستید. حتی میفهمم که همسرتانه کی کشت. اما شاهدی دادن نتونستم. لطفاً مرا ببخشید. دخترم حتما نویسنده این نامه را پیدا کن. به خاطر گناهی که انجام ندادی یک سال از اولادای دور ماندی. حتما پیداش میکنم خواهر، حتما. اما اول اولادای من. اول باید اونها را ببینم. یک دفعه اونها را ببینم، بعدن همه چیز به یاری خداوند حل میکنم. خوب، حال دیگه به خانت میری چنار؟ اول به قبرستان میرم خواهر. امروز سالگرد راسم است. خداوند اونا را مغفرت کنه. آمین. انشالله با اولادایت برسی دخترم. زنده باشی خاله. خداوند شما راضی باشه خواهر. امرم بسیار کمک کردین. به خاطر کل چیز تشکر. خداوند کمکت کنه و بار دیگه پروردگار تو را دچار مشکلات نکنه دخترم. آمین. چنار؟ میایم.
کنه. حلال باشه. حلال باشه. خدایا 1000 بار شکرت. 20 سال از عمرم در بین 4 دیواری تیر شد. مثل یک مرده در اینجا داخل شده بودم. تختم از سنگ قبر شد. لباسم کفنم شد. برام گفتن تو همسرت از بین بردی. هرچی که گفتم کسی گپ ما قبول نکرد. نتونستم ثابت کنم که بیگناستم. روزی که او مرد خداوند جان مرام گرفت. نفس خو کشیدم، اما مثل یک درخت خشک در زمین خشک بودم. سبز شدم و نیام از بین رفتم. همه تو منتظر شیشتم. ریشه هایم اولادایم بودن، به خاطر اونا منتظر شیشتم. 20 سال به خاطر دیدن دوباره اونا، به خاطر نشان دادن بیگناهی خود منتظر شیشتم. حالا انتظار به پایان رسید چنار. روزی که دوباره به اولادایت میرسی چنار. آمدم راسم. کنارت پیشت آمد. در قسمتم بوده تا تو را یک قسم ببینم. ما هیچ وقت نمیخواستم از هم جدا شویم، اما حال قسم ملاقات میکنیم. کاشت او روز وقتتر میرسیدم، باز شاید او حادثه رخ نمیداد. مرا ببخش راسم، با خاطر که او روز دیر کردم مرا ببخش. میخواستم برات مژده بدم، میخواستم بگم که خداوند به ما یک اولاد دیگه هم داده، اما نشد. ما هم در قبر داخل شدم راستم، اما در درد تو و در نبود تو من مردم راستم. مادرم میبینه، آدم واری چادرت بپوش.
چی میگی ترگوت؟ از گرمی زیاد کم است که ضعف کنم. با خاطر اولادم منتظر شیشتم راست 20 سال با امیدی ای که دوباره اولادم ببینم هر شب روز میکردم راست. در آخرین لحظه خداوند دعای من قبول کرد. درست است که همگی مرا قاتل میگن، اما خداوند میفهمه که من قاتل نیستم. ایره تو هم میفهمی. یک روز همگی ایره خواهد فهمیدن، اما تو جگر خون نباش راسته. میفهمم همیاله مرا میبینی. وجدان من کاملا راحت است. من کار نکردن تا در حضور خداوند سرم خم باشم. بجز از همسر بودن و مادر بودن و اولادم کدام گناهی دیگه ندارم. ترگوت؟ بله مادر. او زن سر قبر بچیم چی میکنه؟ ترگوت جان به خاطر چی اینجا استاد شدیم؟ نمیفهمم مادر. امیاله رخصتش میکنم. همتان چی رو میبینین؟ خب خیر باشه، وقتی که پیشش رسیدیم باز میفهمیم. ترگوت چرا جواب سوال من ندادی؟ باز نکو دانتا، چیزی نیست. دخترم، تو کی هستی دختر جان؟ به من مادر نگو. مادر قسم نکنی. 20 سال گذشت، لطفا نتو نکنه. آتش قلبتان هنوزم خاموش نشده. خاموش نشده. 20 سال میشه بچیم در زیر خاک است. بیبی خوب اینجا را بیبی. بچه من تو زیر خاک کردی. ما چیزی نکردیم مادر، باور کنین من بیگناه هستم. من چه تو جان راست ما گرفتم ایتانو. گرفتی؟ هیچ به او رحم نکردی، هیچ نگفتی که او شوهرت است، به این فکر نکردی که پدر اولادایت است. به خاطر مادرش هم سرش رحم نکردی. مادر به من مادر نگو. بعد از این من تنها عجلت هستم، کس دیگه نه. حالا از اینجا رنگت گم کن. گم شو. ای زنده اینجا چی کار داره؟ جانم ای زندانی نبود؟ ترگوت یک بار بگم پایم گوش کنه. من یک قدر سال حراستون بودم، من هنوزم نشناختین. من چه تو جان کسی را گرفتم ایتانو. گفتم از اینجا گم شو. دیگه نمیخوایم تو را ببینم.
بیگناه هستم. گفتم رنگت از اینجا گم کن. مادر ترگوت بیبی قاتل بیادرت آمده. من نمیفهمم ای چطور جرأت کرده که به خاطر دعا کردن اینجا بیایه. مادر نشه کدام جا شوگار کنی. به من دست نزد. اگه باور نمیکنین اینه بخونید. کسی که توفقات او شب دیده برم نامه نوشته کرده که من بیگناستم. نوشته کرده که من با چشمای خودم دیدم. مادر از اینجا گم شو احمق. پیش از اینکه قاتل شوم گم شو. حتی نمیخوایم به اشکایت سیل کنم. حتی فکر نمیکنم که تو یک انسان هستی. لطفا یک دفعه ایره بخونید. قربانتان شام یک دفعه ایره بخونید. به خدایی مرا قاتل میسازه بچه. دور کن. این از پیش چشمایم دور کن. درست است. من میرم. اما اجازه بده یک دفعه اولادای من ببینم. اینقدر سالا از اولادایم دور بوده. اونا اولادای تو نیستن. اونا اولادای بچیم هستن. فهمیدی؟ هیچ وقت به نواسایم نزدیک نشی چنار. از اونا دور می باشی. گپ ما فهمیدی؟ ما مادر اونا میشم. هیچ کسی نمیتونه من از اولادم جدا کنه. مادر اونا وقتی که پدرشانه کشته زندانی شد و همونجا از بین رفت. اونا دیگه مادر ندارن. نه خیر. نه خیر. نیکه باشار گفتی که من مردم. از همین خاطر نامدن. من نمردم. به خاطر اولادم 20 سال صبر کردم مادر. درست از این بدیره ده حقم کردید. چرا سر اونا دل نمیسوزانید؟ چطور باشان گفته تانستید که مادرشون مرده؟ تو تشویش نکن. بعد از شنیدن خبر مرگ تو حتی یک قطره اشکام نریختن. جلو پستکت بگی و گم شو. بار دیگه نمیخوایم تو را ببینم. از اینجا گم شو. ما بیگناستم. من راست من نکشتیم مادر. ترگوت تو چی رسل داری؟ حالا ایره از اینجا گم کن. زود باش. از اینجا برو. از این بیشتر مزاحم کار ما نشو. ترگوت بده. تو خوب میفهمی که من راسته من چقدر دوست داشتم. به خاطر خدا یک دفعه خوب گپام گوش کنه. قاری صاحب بفرمایید. شما به کارتان ادامه بده. حتما او زن لوده با آمدنش روح بچه من آرام ساخته. شما بخوانین تا که روح بچه من آرام شود.
خداوند گناهایش ببخشه و به اولادش صبر جمیل نصیب کنه. آمین. زنده باشین. خدا قبول کنه. خداوند قبول کنه دخترم، بهشت برین جایش باشه. زنده باشین. خدا قبول کنه. خداوند به هر کس اولاده مثل شما نصیب کنه. حتی یک دفعه هم سالگرد وفاتش فراموش نکردین دخترم. زنده باشین. البته من امرت کمک میکنم. خداوند تمام مرده ما را ببخشه. آمین. آمین. خداوند کل مرده را ببخشه. آمین. بجز از اون مادر قاتل ما. اسما، چتن، قدرت. این دیگه کی است؟ باش من میرم میبینم. چتر، قدرت، حالا دروازه را باز کنید. بفرمایین. کیره کار داشتین؟ ما به دیدن اولادم آمدیم. اسما، اسما. نمیشه آدم وارد تک تک کنی؟ داخل مهمان داریم. درست است چتن. داخل بیرو بارد، شاید فکر کردن نمیشنویم. چی شده؟ به خاطر چی آمدی؟ به خاطر بردنتان آمدیم. درورم صدا که خانه میریم. حالا چطور رفتم میتونم؟ هنوز مهمانا نرفته. زیاد گپ نزن سحر. گفتم که خانه میریم. شونه یخ کده؟ یا که در میز قمارخانه منتظرت هستن؟ دیروزا زبانت کم زیاد دراز شده خانم اسما. یا که
از وکیل بودنت سوء استفاده میکنی چطور؟ اوه زیاد تیز گپ میزنی. گوش کن، امروز کدام جنجال جور نکن. یا مثل آدم داخل رفته بشی یا از اینجا گم شو. دخترم اومدی که ما پدر کلانم تو بخونی؟ بله دخترم بله. گفتم شاید به چیز ضرورت داشته باشین، از این خاطر آمدم. حالا بیا داخل، برات کمه برنج با ماهیچه میارم، همو که دوست داری. شب باز ما تو گپ میزنه. خواهر برای چی گفت؟ هیچ چیز نگفت اسما. چی باید بگویم؟ سحر باز شما رو تهدید کرد نه؟ ما حالا برش نشان میدم. خواهر جان لطفا صبر کن. تو چی میکنی؟ در داخل مهمان داریم جانم. اسما دخترم کجاستی؟ چتن بچه اونا کجاستن؟ اولادم کجاستن؟ خاله چنار شما هستین؟ ما هستم فیدان. فیدان تو چقدر کلان شدی دخترم. با وقت شما زندانی شدین من بسیار خرد بودم و مامان شما رو نشناختم. اونا کجاستن فیدان؟ با آرامگاه پدرشانم نامده بودن. شما به قبرستان رفته بودین؟ آسیا مادر همراهشان روبرو نشدین؟ تو حال اونا را بان. حالا برو اولادایم برم بخوای. اونا خو اینجا نیستن خاله چنار، استانبول رفتن. استانبول گفتی؟ درست است، اما اونا دا اونجا چی کار دارن؟ اونا عمره ترگوت بیادر و از هلینگم زندگی میکنن چنار خاله. خاله چنار شما خوب هستین؟ خوش آمدید. تبریک باشه. خداوند از زیر سایه کاش که راستمون بچه خود دیدم میتونست. خدا کنه که اولادت به زیر سایه پدر و مادر بزرگ شوند. من طفل خود از دست دادم چنار. تو چی میگی زهر؟ این کار چی وقت شد؟ درست میشه اما با کسی چیزی گفتن نتانستم. جگر خود نباش، هنوز بسیار جوان هستی، شاید باز حامله شوی. دیگه نمیشه چنار. ما دیگه مادر نمیشم. دکترم قسم گفت
به خاطر خداحافظی پیشت آمدیم. بعد از یتیمن خانم آسیه من از خانه بیرون میکنه. یک زنه که برش نواسه دادن نتانه چی به دردش میخوره؟ اتو نگذار. آسیه مادر کمی خشن، اما اقتدار بروجدان بودن نمیتونه. ما آسیه مادر خوب میشناسم. بهتر از قبل از اینکه اون نامه را بکشن خودم برم. چنار لطفاً مرا ببخش. دیگه از اولادایت مواظبت کردن نمیتونم. اتو نمیشه زهر. اونا را تنها مانده نمیتونی، چون بسر کسی دیگه اعتماد ندارم. من باور دارم که تو بیگناه هستی چنار. کاش که آسیه مادرم باور کنه. کاش که به اولادایتم اونا بگوین که تو بیگناه هستی. اما اونا اقسم نخواد کردن. حتما اولادایت در مقابل دشمن میسازن، مثل دشمن بزرگشان خواد بودی. اسما سحر چتن اونا با ایگه بزرگ خواد شدن که تو قاتل پدرشان هستی. اتو نمیشه زهر. حتما یک رای حل داره. لطفا نرا برتازر میکنم. خدایا خودت برم یک رای حل نشان بده تا این طفل بخنده. Aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki görmek için